سلام دوستان، من حبیب حکیموف از تاجیکستان هستم، سفیر سیاحی و خواننده استرادی. سلام و ارادت خدمت همه دوستان فارسی زبان همه جای سراسر دنیا. بنده علی سلطانپویه هستم، دوستدار همه فارسی زبانان و این زبان اصیل و مشترک ما آریایی‌ها. در خدمت شما هستم استاد علی. زنده باشید. ما امروز درباره همکاری مشترک با صنعتکاران، خواننده ها و شخصانی که میتوانند به سیاحی به تاجیکستان تشریف بیارند و آنها را میخواستیم به یک معرکه های مشترک خود جلب کنیم، تا که مثلا ما میخواستیم یک معرکه بزرگی در تاجیکستان فراهم کنیم برای سیاحان، برای مهمانان همزبان خود از ایران که جایزه دهیم با شاهنامه خوانی تشکیل کنیم و جایزه بهترین رو دهیم. اینچنین ما میتوانیم همکاری های مشترک در روند تشکیل نموده کنسرت ها با خواننده های ایرانی در تاجیکستان رو تشکیل کنیم. آقای علی کمی شرح میدهد این حاضر این مسئله را. زنده باشید. والا توی روابط فرهنگی مشترک اولا خوبی که داره باعث میشه فرهنگ دو کشور حفظ بشه، که در واقع یک ریشه یکی داشتیم، مدت زیادی نیست که جدا شدیم، ولی اگه بخوایم فرهنگ رو حفظ نکنیم باعث میشه این فرهنگ به فراموشی سپرده بشه. از جمله شاهنامه خوانی که فرمودند، خیام خوانی و جمع‌های مشاعره برگزار بشه، فوق‌العاده میتونه تاثیرگذار باشه و هنر چیزی که میتونه اتحاد رو بیشتر بکنه. تو زمینه موسیقی، کنسرت ها از خواننده های دوستان تاجیکستان دعوت بشه بیان به ایران، از خواننده هایی که توی ایران هستن دعوت بشه برای کنسرت اونجا، میتونه یک فضای فرهنگی بسیار عالی رو به وجود بیاره. مخصوصا اینکه مردم خبر نداشتن تا چند وقت پیش که تاجیکستان واقعا چطور کشوریه و این کسان همزبان ما هستن. خدا رو شکر با تصویربرداری‌هایی که توسط ما دوستان ما شد، الان اکثر مردم آگاه شدن و علاقه‌مند شدن و ببینید توی این چند ماه اخیر سفرها بسیار بیشتر شده به تاجیکستان، آماری که هست، و این روابط حفظ بشه. اعیاد مشترک مثل عید نوروز، عیدهای مختلف و برای حفظ این فرهنگ و جشن گرفته بشه، همراه با مسابقه باشه، همراه با چالش‌ها و هیجاناتی باشه، 100% شیرین‌تر و بهتر میشه. شما تاجیکستان بودید؟ بله. سیاحت کردید، مکان‌های تاریخی ما را دیدید، ظرفیت‌های گردشگری ما را دیدید. چی تأثیراتی رنگین برداشته از تاجیکستان؟ درسته. اولین چیزی که تو تاجیکستان خیلی نظر آدمو جلب میکنه قانونمند بودن و آرامش و تمیزی شهره، مخصوصا زیبایی شهر، از گلکاریش، فضای سبزش، آبش و خوش آب و هوا بودنش، مهمان نواز بودن مردمش، اینکه متوجه میشن یک همخون دیگه شون از جای دیگه دنیا، از ایران اومده اونجا، بسیار مهمان نوازی میکنن برای اینکه این فرهنگ حفظ بشه. واقعا آدم لذت میبره از سطح سواد و دانششون، اینکه شعرهای مختلف رو میدونن، تاریخ رو میدونن، اهل علمن. این چیزیه که هم باعث خوشحالی ماست، هم به ما انگیزه میده که ما هم برای حفظش بیشتر تلاش بکنیم. اینجوری میخواستم علاوه کنم در این بابت، چون ما مهمان هستیم در ایران، در باره مردم بزرگ ایران، همزبانان شیرین ما، این گفتنی دارم که بسیار مردم صمیمی هستند، مردم ایران بسیار مردم مهمان نواز هستند، مردم تاجیکستان را دوست می‌دارند همچون برادر، همچون همخون، و من می‌خواستم که مردم ما بسیار همکاری‌های مشترک زیاد داشته باشد و مهمانی و سیاحی به ایران تشریف بیارند. ما شما رو اینجا مهمان نمی‌دونیم، صاحب خانه می‌دونیم، همونطوری که خودمون رو در تاجیکستان صاحب خانه می‌دونیم و فکر می‌کنیم که واقعا هم همینطوره که اونجا خانه ماست، خانه آب و اجداد ماست، این خاک مشترک برای همه ماست. همیشه خوش آمدید. همونطور میدونیم آقای حبیب نقشه دارند که در سمت روابط فرهنگی، گسترش روابط فرهنگی از جمله خوانندگان سرشناس شما همکاری رو بیشتر قوی‌تر مونن. در این سمت چی کار باید کرد؟ چی گونه میتوان همکاری رو خیلی عالیه برای برگزاری کنسرت ها. من اتفاقا با دوستانم، حالا دوستان خواننده‌ای که هستن که سرشناسن توی تاجیکستان هم میشناسن، میتونیم هماهنگی کنیم کنسرت هاشون توی تاجیکستان برگزار شه. هم دوستان تاجیکستانی توی تاجیکستان از این کنسرت ها استفاده کنن، هم خود دوستانی که در ایرانن میتونن دوباره بیان برای دیدن اون کنسرت ها به تاجیکستان. یک اتفاق فرهنگیه که انجام بشه باعث میشه روابط بهتر بشه. خب 100% این روابط بیشتر باشه، تاثیرات مالی خوبی هم داره برای هر دو کشور از لحاظ تجارت و سوداوری و آشنا شدن
مردم این دو کشور بیشتر با هم. زنده باشید. سلامت باشید. زنده باشید. مخلصیم. تاجیکستان و ایران به پیش. دوستی تاجیکستان و ایران پاینده باد.